خالق یکی از بهترین سس‌های تند دنیاست، همون کسی که اون رو به یه برنده میلیارد دلاری تبدیل میکنه. داستان از اونجا شروع میشه که یه روز اون پسراش داشتن یه ذرت مکزیکی خیابونی و ارزو میخوردن. پسرش که حسابی دهنش سوخته با تعجب میگه بابا این خیلی میسوزونه. پدرم بهش میگه خب نخورش دیگه، ولی پسرش جواب میده نه، چون خیلی تنده خوردنش حال میده. همین جمله یه جرقه تو ذهنش زد. فهمید که مردم عاشق غذاهای تند و آتیشی‌ان، چون اون حس تندی یه جور لذت خاص داره. بدون معطلی با تمام پولش میره و چند تا بسته چیپس مختلف میخره. زنش نگران خرج مخارج خونه است، اما مرد با اطمینان بهش میگه این ایده میتونه همه مشکلات ما رو حل کنه. پس کل خانواده دست به کار میشن، میرن فروشگاه و کلی فلفل تند میخرن. زنش مسئول پخت و پز میشه و پسر کوچیک‌ترش چک کننده کیفیت سس تندشون. اما اولین سسی که درست کردن اونقدر تند بود که قابل خوردن نبود. از اون طرف توی آزمایشگاه دانشمندا هم داشتن یه سس تند مخصوص میساختن، ولی با یه تفاوتی بزرگ. همه موادشون علوله‌های آزمایش و سرنگ‌های شیمیایی در میاد. اما مرد معتقده که یه سس واقعی باید از مواد طبیعی و اصیل ساخته بشه، نه از مواد شیمیایی. و بالاخره بعد از کلی تلاش سسشون اونقدر تند شد که مورد پسند پسرشون میشه و اون اولین قدم برای پولدار شدن اون خانواده میشه، چون